پیام جبهه متحد بلوچستان به مناسبت تشکیل ائتلاف احزاب سیاسی کردستان ایران. احزاب کردستان ایران، دوستان و همرزمان گرامی، ائتلاف سیاسی تأثیرگذار شما را در این شرایط سخت و جانکاه سیاسی کشور به ملت کردستان و سراسر مردم ایران شادباش می‌گوییم. کردستان عزیز ما آن باغ بهاری نیست که پیوسته و مداوم از آن برو ثمرهای تازه‌ای به بار می آید و به راستی چنانچه گفته می شود هر دم از بستان آن تازه تر از تازه تری می رسد. این اقدام سیاسی شما آن هم در این شرایط پراکندگی اپوزیسیون بهترین اقدام عملی و تجربی گرانبهایی است که همه ملت‌های ایران باید از آن در تثبیت فدرالیسم در ایران استقبال کرده و شریک آن شوند. با توجه به درک چنین امر مهمی از سوی شما، جبهه متحد بلوچستان ایران ضمن شادباشگویی به رهبری هر کدام از این احزاب همکاری خود را با چنین ائتلافی جانانه اعلام می‌دارد. جمشید امیری، مسئول اول جبهه متحد بلوچستان ایران